پروردگارو من پناه میطلبم ای غم. فقط دعا کنیم خدا ما را ای غم نجاته. غم چیزی بده، غم عمر کوتاه میکنه، غم کسل میکنه انسان. مردم غمگین، اویله غمگین، سرزمین غمگین و یا هیچ محل آباد نمیشوند. قشاقی، خداوند ای قشاقی پناه ده. ای همه قشاقی بد این بیسوادی است. قشاقی معنوی چیزی بده. بیسواد مردم، بیسواد مردم هیچ چیز نیست. بیسواد هیچ مال تعریف نکنیم ما. ای غم، ای قشاقی، ای فقر. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که الفقر و فخری. فقر فخری من ای. کدام فقر؟ همین بی لباسی، بی خونگی، بی کاسگی، بی دسترخوانی؟ نه، این فقر کفر ای. کدام فقر؟ گفتن جناب پیغمبر تو خدا ماشین داده، دو دستگاه داده، پول داده، مال داده، سرمایه داده، ثروت داده، سلطنت